خودمون که تو همچین مملکتی داریم زندگی میکنیم. یعنی واقعا من برای خودم متاسفم که باید همچین جایی زندگی کنم که این شرایط هم بشه. یعنی خود آدم کسی که خودشو در اختیار همه میذاره آخر عاقبت نداره. یعنی یه چیزیه که ما خودمون میدونیم امروز از خونه میریم بیرون خبر نداریم واقعا شب برمیگردیم یا بر نمیگردیم. اینا رو هم داره. وقتی اون روز ما رو اونجوری خفت کردن، اونجوری ما رو میزدن، من تمام صورتم کبود بود، تمام صورتم سیاه بود. رفت این پسر چاقو رو گذاشته بود جلوی من، میگفت آره میزنم اگه فلان کارو نکنی. حالا اون جوونامون هم یه سری مشکل دارن. این نیستش که بگید زورگویی دارن میکنن و نه، اونا هم یه سری مشکلات خودشونو دارن. به خاطر اینکه اونا هم وقتی نگاه میکنن میبینن شیشه‌شون رو باید شیشه رو بکشن، افتادن تو اعتیاد و تو همه چی. بعد از این برم خب بالاخره میخوان اینجوری خودشونو خالی کنن دیگه. یه جوری باید خودشون مثلا مثل ماها رو که گیر میارن میگن بهترین کیس دیگه، بذار هم روی توهمشون این کارا رو میکنن، ما بدبخت و بیچاره میکنن اینجوری. این پدر آدم در میاد. خدا وکیلی من که خودم فقط یه آرزو دارم و بذارم از ایران برم. یعنی خدا وکیلی یه آرزویی که دارم همینه. زن دوست ندارم تو ایران زندگی کنم، چون خیلی هر کشور دیگه یادم بره حداقل به زن اهمیت میدن. الان مثلا دوست پسر میگیری یا کتکت میزنه یا میگه برو. یاد گرفتن چون تمام دخترای جوونای ما دیگه این کارشون شده. با 100 تومن کسی زندگی نمیکنه، با 100,000 تومن حقوق. خودم آژانس هواپیمایی بودم، مگه چقدر به من میدادن؟ مثلا میری میای 130 تومن، یارو آخر سرم که میشه میگه یه ساعت با من بریم، حالا اگه میخوای نگرت دارم یه ساعت با من بریم تا فلان جا بیام. خب همین میشه. مثلا دوستای خود ساناز تو این میدون هفته تیر مانتو فروشی بودن. خب وقتی نگاه میکنه برج بیاد بره مثلا 100-120 تومن میخواد بگیره، میگه من 2 تا برنامه میرم تو یه روز کارم درست میشه. و چون ارزش قائل نمیشن به زن، به حقوق زن اصلا. این وقتی یه زن میره سر کار با یه دونه مرد یکی نمیدونن. یکی اینه. الان شما حساب بکن توی بیرون اگه به یه زن با یه زن تصادف بکنی، زنه بمیره یا شوهرش تو خونه بکشتش، قتل عمد باشه، اعدامش نمیکنن، نگرش میدارن زندان. اما اگه زن همچین کاری رو بکنه همون لحظه اعدامش میکنن. خب اینا یه چیزایی که فرق بین زن و مرد گذاشتن دیگه. هیچ چی رو برای زن درست نمیدونن. من خودم دختر دارم، یعنی روزی 1000 بار از خدا میخواستم خدا به من دختر رو نمیداد. خدا وکیلی تو این رژیم پسر میداد، چون دختر خیلی بدبخت میشه، خیلی بدبخت میشه. شرایط بعدی. الان شما حساب بکن من خونه دارم میام بیرون و استرس خالیم، حالتهای استرس شدید داره. همش هم دکتر گفته به خاطر همین وضعیتی که داریم. اینا رو داریم. بعد شما حساب بکنین مثلا میگن آره اگر این رژیم ما اینجوری نباشه، فلان نباشه، ما وضعیتمون درست میشه. ما با ساناز تو شهر غرب داشتیم میرفتیم، مگه یه عینک رو سر گذاشتن چه ایرادی داره؟ اون به خاطر اینکه رو سریش شله عینک دودیشو میذاره روی روسریش. خیلیه ها روسری تا اینجا بخواد. بعد میگن که شما قرتی بازی در میارین، بزن بغل خانم اون روسری تو بکش جلو. یعنی چیزایی رو دارن به ما گیر میدن که یعنی واقعا افتضاح. دیگه سوالی دارم که البته ما شنیدیم که یه تعدادی از حالا دلال های خاصی هستن که به شما پیشنهاد میکنن که مثلا بیاید برید کشورهای دیگه مثل کشورهای اطراف خلیج و دبی و این حرفا. خیلی از دختران مد شده که اصلا میرن اونجا و یه مدت کوتاهی با یه سری از این اعراب و اینا هستن. اونو انقدر هستن. خب الان شما حساب بکن مثلا میری همین آژانس، حالا اسمش هم نمیخوام بیارم، زیر 30 سالو که قبول نمیکنن، درسته؟ زیر 30 سالو برای دبی قبول نمیکنن، ویزا نمیدن مگر اینکه از اون ور کفیل داشته باشه، کفیل در بیاره، درسته؟ این از این. اما وقتی میگن زیر 30 سالو قبول نمیکنیم چه جوری میرن اینا؟ همشون دارن میرن. دختر 14 ساله 15 ساله همون داره میره دبی. اصلا یه چیزیه که یکی مثل ماها نمیتونیم بریم. اولا میگن سنمون بالای 20 و اینقدر ایرانی رو بدبخت میدونن که بالای 20 دیگه قبول ندارن. میگن نه کار نیست برای شماها، کار نیست. همه دخترای زیر 20 مونه که برای دبی برای شیخا میبرن.